نمیگم مثل جوگیراتون. آره اصلا من قاطی نمی‌کنم، چون توی ایران انقدر ببین توی ایران ما الان انقدر فاصله طبقاتی و فرهنگی داریم خب که تو اصلا خودت هم بخوای اصلا نمیتونی فاصله طبقاتی و فرهنگی و مهمترین مسئلهش به نظر فرهنگیه. انقدر همچین فاصله بین مردم ایران مشهوده الان که بخواد خیلی که اصلا من منظورم یعنی به خودتون، حالا اونایی که دوست دارید به خودتون بگید، اونایی که دوست ندارید به خودتون نگیرید یا بگیرید، به خودتون مربوطه. ولی واسه همین بدون من چند وقت پیش بهتون گفتم که از ایران مهاجرت کنید و یه سری از جوگیراتون اومدن به من گفتن که نه وطن، اومدن به من خیلی جدی بهم دایرکت دادن وطن فروش و فلان و اینا. از برو خود ولم کنید. شما اگه دارید برنامه استایل میبینید کاش چیزی هم ازش یاد بگیرید، نه که بیاید فقط مثلا بگید که طرف مشکی پوشید اون مشکی رو واقعا حتما اگه دارید برنامه استایل نگاه میکنید یاد بگیرید. سلام به همه دوستان همیشگی کانال. برنامه زن روز فعلا متوقف شده، اما حاشیه‌هاش نه تنها تموم نشدن بلکه هر روز تندتر، تلختر و توهین‌آمیزتر دارن ادامه پیدا میکنن. سارا شرکت کننده‌ای که از همون روزهای اول به عنوان جنجالی ترین و بی‌ادب ترین چهره فصل شناخته شد، حالا یک قدم جلوتر رفته. این بار دیگه بحث دعواهای داخلی برنامه مطرح نیست. سارا رسما به همه ایرانی‌ها توهین کرد و بخشی از مردم ایران رو بی فرهنگ و نفهم خطاب کرده. اون حتی پا رو فراتر گذاشته و ایرانی‌ها رو به دو گروه تقسیم کرد، با تاکید اینکه یک گروه به طور واضح و شدید بی فرهنگن. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشه. سارا در کنار پگاه شرکت کننده فصل قبل یک لایو برگزار کرد که موجی از خشم، تعجب و انتقاد رو بین مخاطب‌ها به راه انداخت. امروز قراره بدون تعارف، بدون هیچ گونه سانسور بررسی کنیم که این دو مدل چی گفتن و چه توهین‌هایی رو به ایرانی‌ها مطرح کردن. چرا این حرفا خطرناکه و مرز بین نقد و توهین دقیقاً کجاست؟ اگه میخوای بدونی واقعیت پشت این حواشی چی هستش و چرا اینا اینقدر گارد وحشتناکی رو نسبت به ایرانی‌ها گرفتن، اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردی برای حمایت از ما دکمه سابسکرایب رو بزن و تا انتهای ویدیو همراهمون باش. وقتی زن روز به دلایل مختلف متوقف شد، خیلی ها فکر میکردن حاشیه ها هم فروکش میکنه، اما درست برعکس شد. بعضی از شرکت کننده ها انگار تازه به آزادی رسیدن، فضای خارج از برنامه بدون تدوین، بدون نظارت و بدون محدودیت، و همینجا بود که چهره واقعی اونها نشون داده شد. سارا از همون قسمت‌های اول به خاطر لحن تند، بی‌احترامی و رفتارهای جنجالی زیر ذره‌بین و نگاه دقیق مخاطب‌ها بود. اما این بار دیگه بحث اختلاف نظر یا دعوای شخصی مطرح نیست. سارا در یک لایو در کنار پگاه شرکت کننده فصل قبل به صراحت گفت ایرانی‌ها دو دسته هستن و یک عده‌ای واقعاً با اختلاف زیادی بی فرهنگن و از مردم ایران خواست اگر میتونید از ایران خارج بشید. بین نقد فرهنگی و تحقیر یک ملت فاصله خیلی زیاده. نقد یعنی که شما مشکلی رو شناسایی بکنی و پیشنهادی برای اصلاح بدی، اما چیزی که دیدیم چی بود؟ برچسب زدن، توهین کردن، تحقیر میلیون‌ها آدم با پیشینه‌های متفاوت. 140 تومانی یادتونه من چند روز پیش لایو گذاشتم، چند وقت پیش لایو گذاشتم، گفتم بچه‌ها میخواید پیشرفت کنید از ایران برید. یادتونه یه سری این از این جوگیراتون، یه سری آدمای جوگیر، همه رو قاطی همه نکنن. نه همه رو قاطی نمیگم، مثل جوگیراتون. آره اصلا من قاطی نمی‌کنم، چون توی ایران انقدر ببین توی ایران ما الان انقدر فاصله طبقاتی و فرهنگی داریم خب که تو اصلا خودت هم بخوای اصلا نمیتونی فاصله طبقاتی و فرهنگی و مهمترین مسئلهش به نظر فرهنگیه. انقدر همچین فاصله بین مردم ایران مشهوده الان که بخواد خیلی که اصلا من منظورم یعنی به خودتون، حالا اونایی که دوست دارید به خودتون بگید، اونایی که دوست ندارید به خودتون نگیرید یا بگیرید، به خودتون مربوطه. ولی چی داشتم میگفتم؟ آخه کشش دادی دلار 140 تومانی. نه ولی دلار 140 ولش کن. ایران از ایران در آفرین. بعد توی ایران واسه همین بدون من چند وقت پیش بهتون گفتم که از ایران مهاجرت کنید و یه سری از جوگیراتون اومدن به من گفتن که نه وطن، اومدن به من خیلی جدی بهم دایرکت دادن وطن فروش و فلان و اینا. اصلا خلاصه که من فقط میتونم از این راه دور برای هممون قشنگ برام میذاری آرزوی سلامتی کنم و آرزوی پیشرفت برای تک تکتون و آرزوی موفقیت دیگه.
کار دیگه ای جز این بدن برنمیاد. بریم سوالای قشنگ حاشیه‌ای. نکس بچه‌ها خیلی دوستتون دارم کامنتاتون داور دارم مورد می‌خونم. علاقه تو بگید. داور مورد علاقم واقعا من سه تا داور مورد علاقم واقعا بودن. بودن آخه هر سه تاشون هر کدومشون یه جوری با من ولی فرق برنامه ما شما می‌دونید چی بود؟ تو برنامه شما یه ذره داوراتون جوان‌تر بودن، شما یه ذره راحت‌تر بودین. ولی من مثلا تو برنامه خودم خیلی اذیت شدم. تا سنشون بیشتر بود، خیلی استایل کلاسیکو می‌پسندیدن. بعد بخاطر من خیلی خانومی بودم. ولی خب الان توالت عادی نه خانومی استایلم نیست خیلی استایلم. متفاوت بود به نظرم خیلی اوکی بود همه استایلا تونستن یه گوشی دیگه نداریم بدیم من بخونم. بیا. گوشی دیگه نداریم بدیم من بخونم. بیا. خب جوردی برو بریم. نادیا محمد علی هستم دوست دارم. سلام محمد علی سارا متولد شمایی هستی. من متولد تیرم. بچه‌ها دوباره میخوام تیر ماهی همشون دستشون رو ببرن بالا. 23 آره. نیکا چیشه واقعا؟ بخون خب پگاه هنوزم رو حرفتی که گفتی نیکو رو برای داداشت میگیری. بچه‌ها دیگه سر مسابقه بود دیگه ول کنید بیخیالش من یه چیزی گفتم پگاه خانم میبینی داداشش آقا واسه دیگه. نیکو میگیره. داداشش واسه نیکو میگیره ولی وقتی وقتی نیکو نمیگیرم بچه‌ها آقا یه لحظه بذارید یه لحظه من یه چیزی بگم دیگه شوی دیگه بیخیال شید دیگه آقا نیکو رو واسه داداشش میگیره ولی وقتشو با من میگذرونه. میبینی؟ دیگه عزیزم جفتتون رو خیلی دوست دارم اوکی برو بریم. چرا که بیشتر داداشم استایلات کیلو رنگ خورد. مشکی بود؟ آفرین چه سوال خوبی گفتی. ببینید یه چیزی رو بهتون توضیح بدم. بچه‌ها ما مشکی داریم تا مشکی. یکی هستش استایل مشکی اداری میزنه میاد توی استیج. یکی هستش نه یه لباس مشکی میپوشه بیسیک مشکیه ولی اون رنگا باید بیاد روی مشکی تا خودش نشون بده. یه استایل هستش مشکیه ولی کوالیتی پارچه اصلا سیلویت یه جوری ساخته شده که اصلا مشکی بودی پوشیدن مثلا مهم نیست. شماها یه دقیقه اجازه بده. شماها توی برنامه یه چیزی یاد گرفتید که دو جا پدرام اومد گفتش که بچه‌ها مشکی نپوشید از این به بعد ما به مشکی نمره نمیدیم. شماها هم که لباس مشکی توی دنیا هستش باید ریختش دور دیگه جزء استایل نیست. برو خود ولم کنید. شما اگه دارید برنامه استایل می‌بینید کاش یه چیزی هم ازش یاد بگیرید. نه که بیاید فقط مثلا بگید که طرف مشکی پوشید اون مشکی رو واقعا با مشکی‌های دیگه مقایسه می‌کنید. مشکی که من پوشیدم با اون سیلوئت پارچه با اون کوالیتی پارچه واقعا اون مثلا با یه سری از مشکی‌ها مقایسه می‌کنید. حتما اگه دارید برنامه استایل نگاه می‌کنید یاد بگیرید ازش. جوردی بیا تو کات باش. بچه‌ها می‌خوان تو رو هم ببینن. می‌بینن الان؟ بله سلام. هیز جوردی. پگاه چقدر آرومه واسه اینکه سوالاتون رو از پگاه نمی‌پرسید. نپرسیدین که جواب بدم سوالاتون رو از پگاه بپرسید پگاه هم جواب میده. چرا هیچ وقت راجع به بابات نگفتی؟ شاید موضوعی پیش نیومده که بخوام راجع به بابام بهتون مثلا بگم. باید بگی راجع به نمیدونم چی بابام؟ مثلا چی راجع به می‌خوایم بابام بدونید بهتون یعنی؟ بگم. چی شد استایلت عوض شد؟ اینو من یه بار گفتم. خب توی همه پیجا هم وایرال شده که چرا چی شد که من استایلم عوض شد. تو همه پیجا هستش. اونو میتونید ببینید چون واقعا دیگه یه بحث طولانیه دوباره ادامهش ندم به نظرم. دوست پسر الان کیه؟ دوست پسر ندارم الان. یس تنها هدف ما همینه که خنده رو از روی لب شما نگه داریم. آره من یکم لب شما برداریم خنده رو. بذارید خود این وایتر بشه. آها خودت چی؟ نه من دیده میشه. خب نه دیده نمیشه. اوکی بوده. یه قربونت برم سلام موسی. موشونم بیا یه رو بیا نشونش بده خب برو بریم. این هم ایران با دلار 140 تومانی. یادتونه من چند روز پیش لایو گذاشتم چند وقت پیش لایو گذاشتم گفتم بچه‌ها میخواید پیشرفت کنید از ایران برید. یادتونه یه سری این از این جوگیراتون یه سری آدمای جوگیر همه رو قاطی همه نکنم نه همه رو قاطی نمیگم یه سری جوگیراتون آره اصلا من قاطی نمی‌کنم چون توی ایران انقدر ببین توی ایران ما الان انقدر فاصله طبقاتی و فرهنگی داریم خب که تو اصلا خودت هم بخوای اصلا نمیتونی فاصله طبقاتی و فرهنگی و مهمترین مسئلهش به نظر فرهنگیه انقدر همچین فاصله بین مردم ایران مشهوده الان که بخواد خیلی که اصلا من منظورم یعنی به خودتون حالا اونایی که دوست دارید به خودتون بگید اونایی